سلام، خیلی خوش اومده با بازی کرونوس د نیو دان. این بازی در سبک بقاس و سازنده های بازی سایلنت هیل 2. یه بازی فوق العاده خفن و عالی است با دوبله فارسی. بزن بریم سراغش. لیتس گو. بزن بریم. بیشتر سلام رو نگه داشتم شارژ کردم. کسانی که حرف میزنن گوش دهید مگر ابزارها موجود نباشم اونها خواهند بود. بازی هم مال کنم لهستان اونایی مال اون سبت هاست داستانش. هشدار هشدار. افت سیگنال واحد عملیاتی شناسایی شد. پروژه لازاروس اجرا. ND35 خوش آمدید. سلف شما از کار افتاده است. وقتی بیدار شدن است. دوره آزمایش استاندارد توانایی شناختی. توجه خود را متمرکز کنید. چه میبینید؟ ایوانات در حال دعوا. دوباره صخره‌ها جزیره. دوباره رودخانه خروشان. مرحله دوم. توجه خود را متمرکز کنید. هدف شما چیست؟ برای امان کردن مسیر. خانواده کامل سلامت اعضای خود و جامعه است. مادر معلم مؤنث یک کودک است. مادر کودک. مرحله سوم. فشار زمانی. صرفا بر اساس غرایز خود عمل کنید. همه از قبل سرجایشان هستند. مردم با هم بودن. تضاد همیشه در جامعه وجود خواهد داشت. تضاد جامعه. ابدیت یعنی زمان بی‌نهایت یعنی زمان ابدیت. ابدیت. تاریک. حاکمه تکمیل شد. یا بیرون. گرفته خوش آمدید مسافر. وظیفه شما این است که رو پیدا کنید. لنگر کارمان رو پیدا بکنم. موقعیت این یادگار را برای شما اعطا یا که در عنوان نفت خواهد بکنم. وان میشه 5 بوکس هم بشه. خیلی نفسنای ما. لطفا برای یه شروع مأموریت خود از سابود سنگی بیرون بیایید. او فلکسی لطفا انجام بدیم. او یه قف هر زد.
نگه داری یه نگه داری تا چهار تا در باز شد مسافر اندی 35 یادگر سفرنامه مثلث بندی آخرین مکان شناسایی سلف سقوط کرده است. شروع جستجو. خب داریم ببینیم چه خبره. یه بزنیم و مکان رو برامون نشون بده. خب رفتن WS اینا میگه بزن. خب اینم که اوکیه. برو بالا. شیفتو نگه داری برای دویدن. خب بازی چه داره که اهنم اینا چی افرادی که گم شده. آره در باز کنیم. اینجا چی نوشته؟ شهروندان ناحیه نیوگاوه بدون نیاز ممبر از خانه خارج نشوید. مراقب خود باشید. هر گونه علایه نگران‌کننده را به مقامات مربوط گزارش دهید. هر گونه رفتار نگران کننده همسایه را مراقب گزارش دهید. تمام اقدامات حیاتی توصیه شده را به شدت رعایت کنید. آرامش رو حفظ کنید. ایمن بمانید. قوی بمانید. هر چیزی به زودی تمام خواهد شد. حتما که تموم تازه شروع شده بابا. تمام چیه؟ نوشته الان موجود در میدان رو نگاه کنید. ترجمه آنها را ببینید. شما آنها را خواهید شناخت به چشمانها. غذا را دور نریزی. همسایگان خود به اشتراک بذاره. از آب حمام خود برای تمیز کردن کف یا آبیاری یا هم استفاده کنید. به سهمیه دستمال توالت احترام بذارید. در صورت امکان حتما انبار خود را پر کنید. خلاق باشید. ایمن باشید. آماده باشید. برای کمیاب هستند. شهردار نیوگاوه رفیق زنان کمیج. یه در داریم این تو. چه خبره؟ یه چیزی داریم. اینجا دیگه نیست اینجا. نه یه چیز اینجا رو زن موش با پا گرم شد. بزن باز کن. یا یه چیزی هست. این نوشته مدرسه تعطیله. امیدوارم برای همیشه تعطیل باشه. خانم رینیسکا به ما گفت هر روز بنویسیم درباره کارهایی که تو خونه انجام میدیم و احساساتمون. هرچند نگفت چند کلمه. خب شروعش اینه. بدون کلاس ریاضی حالم بهتره. با کارول و مارسل داریم سوت سواری میکنیم و آزادی
مامان گفت امروز نمیتونیم بریم بیرون، یه اتفاق داریم میفته. حیف شد. کارول گفت که باحال جدید نشونمون میده، پس حد بذار فردا. با پرتقال آورده خونه، گفتم استفان بهش داده. خیلی عجیبه، ترش و شیرینه، پس بچه ها حسودیشون میشه. اوکی بابا، من کلید رو زیر در انداختم، من میرم دنبال مامان بگردم. نشته این ماجرای خانه نشینی خیلی مسخره است. مامان میگه داره جدی میشه، چون دیگه حتی نمیذارم بابا بره سر کار. یه سری مردم دیدم که توی زمین بازیمون کارهای عجب غریبی انجام میدن. الان همه چی خراب شده، کلی کامین توشه و کیسهشن. مثلا سر رفته بابا مریض و مامان تو شطرنج افتضاحه. و وقتی بابا بهتر نشه کریسمس در کار، شب صدای انفجار شنیدم، چند نفر بیرون تو برف دراز کشیدم. مامان گفت دارن با آتیش بازی میکنن. نمیدونه من چند سالمه. کارا رو بینشون دیدم. خیلی اینجا نقطه‌ام شدی باباشانه. باباشان به چخ رفته. دلم برای مامانم میسوزه وقتی در رو هم دیگه رو میبینیم، با خوشحالی لبخند میزند، اما چشمان قرمز است. به من گفت که از اتاق بابان دور بمونم، چون ممکنه مثل اون مریض شم. اینجا بوی گند میدهد. مامان رفته، او قبلا از مدت طولانی از خانه بیرون نرفته بود. من دارم میترسم. میدانم مامانم گفته به اتاقش نروم، اما بابا خیلی درد داره. تو بارها اسم را صدا میزند و هنوز برنگشته است. باید به نحوی به اون کمک کنم. داستان خانواده رو داره میگه، اینجا براشون اتفاق افتاده. اوکی اینجا که نیست. اینجا کلید رو بزن، در رو باز کن. اینجا چی داریم؟ ترکیب شیمی مارستا غذای روزمره. مارستا برای ساز بسیار منابع قابل استفاده. خب هوا بزنیم، مهمات بسازیم، خون بسازیم. مد داره. چی داریم؟ اینجایی شده اینجا. اولی شت، اینجا را نگاه. آدم آمد. شما گربه دارم که قفله. ما در معرض خطر یک بیماری همه گیر نیستیم. به متخصص گوش دهید. دکتر رابرتیو از وزارت علوم بهداشت اطمینان می‌دهد اگرچه بسیاری از شهروندان علائم مشابهی را تجربه می‌کنند، اما این پدیده نشانه‌های وضعیت خارج از هنجار را ندارد.
تمام آنها دروغ‌های پوش در مورد نابینا شدن دست جمعی مردم فقط باعث وحشت می‌شود. شهروند اگر هنوز از یک بیماری همه‌گیر فرضی می‌ترسید، بهترین راه برای حفاظت از خود و دیگران این است که اجازه ندهید این اتفاق بیفتد. اگر هر یک از علائم را تجربه کردید در خانه بمانید. مسیر وزارت لیسیه برقرار شد. نظم محیطم درگاه میکنم اکنون با استفاده پیش‌های دستاییه در طبقه بالا فعال است. یک یادگاری ساطع کننده در باغبانی مونده است. به خواست جمعی من آن را برای کمک به مطالبه کردم. شنونم اگر به منابع بیشتر نیاز میتواند از موضوع آن استفاده کنید. کد 3 6 7 دست حرکت کنه. یه دونش اینجا در وسط چیه؟ فیوز رو بذاریم اینجا. اینجا 2 فیوز کم داره. بریم بالا. در قفله گفته در قفله رو 6 7 خودش بود. 6 7 در باز شو. اینجا آیا میدانستید اینکه محصولات ممکن است پس از فارغ انقضا هم مفید باشد؟ اینکه یک چای کیسه ای را میتوان تا 6 بار استفاده کرد. اینکه تنها و آرد و آب میتوان دهها وعده غذایی مغذی تهیه کرد. اینکه برای سالم بودن نیازی به گوشت در رژیم غذایی نیست. به من فکر نکنید، به ما فکر کنید. ما هم پیروز خواهی شد. شهردار سپید دم جایی رفیق بدن کم برید. گوشت نباشه نمیشه. گوشت باید بزنی در بدن. عشق حال نمیشه بدون گوشت. بدون گوشت صفا ندارد. اینم مهمه. درو اینجا چی داری برای من؟ همین چرا پایین؟ یا فیزادی شد اوه چه عالیه ای. بابا بیمیر دیگه. پشما ماجی برپان مواجه از کار افتاد. یل به خطر نیفتاد. نشور بزن اصافتی دیگه شد. اوف چه گوهی بود.
تا تیر دارم تا ممکنه رو شو بره ممکنه رو شوی باشه شما یا خدا فیوزه بذار اینه میشه چیزی تا؟ نه خون میشه خیلی خمومه اوه میریم بیرون ببینیم لب چه خبره این براده به چیه اقیون مهمات بده این آفرین دوربین نارم بردار چیه یک پسر دیگر مارسل مازر 8 ساله کت دکمه‌دار سرمی کراوات مشکی جوراب‌های تا زانو و کفش‌های چرمی مشکی کهنه هیچ علامتی نشان نمی‌دهد در قصد عملیات شروع در سرای وقت راه سریع رادیو اعلام کنید گم شد بخون هم نمیشه ساخت و چیه چیه نمیشه تیر ساخت تیر بساز لازم رو میشه خب جلو هولی مولی اینجا چه خبره قشنگ دنیا به چخ رفته اوه اینجا رو نگاه من با دیسوده ناقص مواجه شدم اشمام نامه یا بعد دو اینا همه چسبیدن اینجا چیه؟ تیر یه بعد در بسه به کسانی که بعد از من از اینجا فرستاده شدن اگر به شما وظیفه پیدا کردن علیه A و 0 یا هر بخشی در مجاورت بیمارستان یونیتی داده شده باشد سقوط خواهید کرد من در حال قطع مسیر هستم احتمال عبور از آن نزدیک به 0 است منابع کمیاب هستند ارزیابی کنید که آیا می توانید به روش‌های دیگری برای این حرفه مفید باشید یا خیر این رسالت ماست اوکی این بر نرین که به چخ میرید این بر برید که به چخ برید اولی اولی چیه اشما اومد بیرون شلدت بگم پس بمیر بلش کثیف کثافت چه گوهیه این نبریم این چهار اوه
اینجا نوشته داریم ببینیم چی. اوضاع به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت حتما. شزار ویژک یاروزولوسکی در آخرین اعلامیه خود به ملت ما اطمینان داد که بحرانی که اکثر شهرهای لهستان را تحت تاثیر قرار داده بود تحت کنترل در آمده است. وزارت دفاع با موفقیت عملیات تصفیه اوضاع را در سراسر کشور پایان رسانده است و واکنش سریع آنها ویروس خارجی را متوقف شده است. این جنرال از ساکنان شهرهای قرنچخات که قبیمان و محدودیت ها پیروی کنند و همچنین از برنامه‌هایی برای تشکیل کمیسیون تخصصی برای ردیابی منشأ بیماری خارجی فراگیر خبر داد. آقا نه این جنرال داشته زر میکرده فقط همینجا به چخ رفته. اوه یکی کیه؟ رفت اون بر یکی رفت به اون بر یکی رفت به گردش. این انمی گرفت و دلوات یه بول بده. اینجا چی داری؟ این همون راه رو باسید. یه چیزی برق زد دیدم نمیشه تا تیر باش رو بکنیم کم تیر برم داشت. یه کلید میخواد چی میگم حکیمان با اقام شدن تا قوی تر میشود. انضباط کارآمد توصیه میشه کرد چه میشه که باید کنم ادغام شدن قوی میشه. اینا بکنم میخواد با ترکیب بشه و درمون بذاره. اولی چک تو گروه میاد چی میشه؟ اوه دیگه چه انیه این؟ نه چرا برش خاموش شد؟ خاک بر سر. این کلید اون داره اتفاق میشه. شد اولی شد فرار که داره میاد ریدم دو پسه برگم شو. مشاهده وقتی آرخانا بچون پس ریدم تو سره. نذاری اقام بشه نوان ترکیب بشه بادسن تا پاره میکند پسر. گربه پیشی گربه چی داد؟ اوه خون داد هیل داد تیر داره توش. شیش داشت اینجام که بسته ترمینال پلوم شده دسترسی رد شد. هم شناسه شد پیدا شد. الان بازاری میکنم. اینجا نیست.
یه دونه چیز اینجا مال سیوه شیلد اوه این مال آبگرته ها این پرچگی این لایت های موجود منابع محدودیت منابع یا چیزونو بهتر روش کنم این چیه؟ قدرت ها شاده داری قدرت آتش 100%. فروش دوربین افتشیم دوربین دردمون نمیخوره دور سریعتر پایداریش هم میتونم بیشتر کنم پایداریش هم بیشتر کنم اوکی این سلاح قوی بشه آها یه بذار تو یه بردار مهمات هم هست بردار مهمات بیشتر بردار اوکی در بوستون خب مانند اکثر تغییرات حالی جامعه مانند چوب یا واسطه‌های بیولوژیکی اقسام میگردیم فندایسیون هست سریع هستم مشاهده منظور نشان میده سوزنده روش کامل بودن ترجمات عالی است که من آن را بیسوده نامیدم مشعل کارآمدترین ابزار برای نابودی نیروی بافت قبل از اینکه زمان بازسازی داشته باشم اوه اینا رو بسوزونیم بهترین راهش سوزوندنش پاکا در قفلوهی هم که نمیشه نه نه یه دونه چیزی نیم دستم خود نیست جاهایم که قفله و انیمه بیرون اینجا بود چرا باید بسیم در اینجایی فراهمی نتیم ساعت همیه مشعل اوکی آتیش دادیم سوختم این چه بشه برداشت آره خوبه یکی دیگه برداریم فعلا داشته باشیم این دسته رو بره داره یه دیگه هم بود بکن اینجا شو اینم تو اینجا چی داری به خب بودن میدانم که او یک روشنفکر است اما جارو کردن جایگاه سخنرانی کاری است که هر کسی میتواند انجام دهد حتی یک اقتصاددان مارکسیست لعنتی به این وسیله برادرزاده لعنتی من را استخدام کنید قبل از اینکه گشت دیوارها را بجود ارادتمند شما استاشین لگا اینجا یا استخدام میکنی یا مزنه بارت هم میکنه بخش های مکانی دقیق شده در ساختمان بیشتر مفید باشد اوکی
دیگه چی داری؟ دیگه چیز دیگه نیست. همین باید دارم بریم میدن از اینه دیگه برداریم. چیز خوبی بود. مشعله ده فضای موجود رو نداری. خوب شد. همون دسته رو استفاده کنیم بعد. دسته الان باشه بیام برم. الان میرم بعد اینجا رو باید زیاد کنم که جا خیلی مهم. خب اینجا چه خبره؟ نیرو سرگزه میخواهد با تشکیل گروه ها به شیوع بیماری کمک میکنید. بده به من بابا. آیا شبن باید تایید کنه که نام مورسکو کامینسکی تولد 1948 هست؟ دکتر وریکون کامینسکی. این چیه؟ من چرا اینجا؟ آیا من دستگیر شدم؟ دکتر شما اینجا هستین چون اوضاع در کارخانه فولاد تغییر کرده است. ما صاحب یک دارایی خاص شدیم. دارایی چی؟ دادن همه جا رو به چخ دادن. من دارایی انه بذار در اوور باز شد. ایول بریم اینجا. چیزی دیگه نیست. نه هولی شت. اوف ساختمون رو نگاه، شهر رو نگاه. کرونوس دنوداون. بازی سازه شروع شد. خب عزیزان ادامه شده رو به پورت بعدی که براتون زود قرارش میدم. که پس فعلا